aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, hor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? تو کی هستی؟ بریم که فرار نکنه. عجله کن. ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. او دختر کجاست؟ آزاد پشت دختر رفتن. کمادگان منتظر باشین لطفاً. حتما میایم. گیر آمده باشه. ای تفلک، رابطه تو و لیرام خوب میسازه. تا هنوز شما درست خانم و شوهر گفتن نمیشین دخترم. کار بیشتر مربوط تو میشه. خانم شوهر خود اداره میکنه، اما تو نیست. با هر صورت تو استراحت کن، بعدن باز گپ میزنیم. شب خوش داشته باشی. شما منوچین مادر کلام.
خدایا تو با دخترم کمک کن. او را صحیح و سالم برم برسان، ازت خواهش میکنم. بیرون شدین. آدم ها پشت میلا کردن. طرف قصر میاین. دخترم ایتانی بیاری. عجله کو. چطور مثل موش فرار کرد؟ بارا دیگه از نزدیک قصرم تیر شده نمیتونه. حتما بیگانه بوده. اگر نکی جرأت میکنه به این قصر نزدیک شود. خدا را شکر آمدن. مادر دخترم. ما به وعده خود وفا کردیم. حال نوبت شماست. بسیار یک خوبی بزرگ را انجام دادین. خداوند ازتان راضی باشه. این کم است. قرار بود تمام پولا رو بیارین. میفهمم، اما در بانک یک مشکل پیدا شد. اما قدر پول گرفته تانستم. وعده میتونم که باز در این فرصت پول باقی رو میپردازیم. با آزاد گفته بودیم. او کجاست؟ آزاد در راست حال میرسه. کمی صبر کنین لطفاً. قسم میخورم که من خبر نداشتم. بیادر ما گناه نداریم. بیادر سرباز بیادر برو ملکه، منتظر من نباش. زهرا را گرفته برو. ببینین پول باقی را تا آخرین لیرش میپردازم. براتان وعده میتم. لطفاً ما را درک کنین. این مشکل شماست. اگه تمام پولا رو ناوردین دخترم نیست. باید کلش هم یالا بپردازی. مادر من نکشید. نترس. تمام پولا رو ناوردی. وقتی پول نیست دخترم نیست. مادر قدر وقت کم. من پول زیاده. از کجا پیدا کنم؟ حداقل تا فردا وقت بده. این مشکل خودت است. مادر لطفاً مرا پیش اینا نمانه. نترس جان مادر، من همراهت هستم. حضور میکنم کم رحم کنین. این طفل خورده ایلا بدین. وعده میتم که تمام پولتان براتان میتم. دخترم از من جدا نسازین لطفاً. هر وقت که پول آوردی باز دخترتان برده میتونی. فقط تا فردا وقت داری. بره. نه خیر. زهرا مادر مادر حضور میکنم دخترم ایلا بدین. مادر زهرا ندرس دخترم. من بگرم برات بهم. درست است. لطفاً رحم کنین. ندرس دختره. مادرم نجات میدم. ندرس. من حتما میایم. زهرا آزاد کجا هستی؟
بیادر صدای من میشنوی؟ بیادر میشنوم علی، همینجاستم. بیادر حالا چی کنیم؟ ما را ادام خواد کردن بیادر. ما کوشش میکنم که همراهشان گپ بزنم. تو تشویش نکن. بیادر یعنی اگه تو همراه اونا گپ بزنی سر ما باور خواد کردن چه قسم ثابت بسازیم اونا ما را از بین میبرن. اونا بسیار بیرحم هستن. ملکه تو چی شده؟ چرا شما نرفتیم؟ نتانستم. زهرا را به دست آوردن نتانستم. لطفاً مرا ایلا کنید. مرا پیش مادرم ببرید لطفاً. آقا آزادت من پولتانم میپردازه، خواهش میکنم. چوب باش. اگه نه کسی خواد شنید. بریم دختر بریم. تو واقعا از مواد مخدر خبر نداشتی علی؟ بیادر قسم میخورم خبر نداشتم. لطفاً به ما باور کن، من از هیچ چیز خبر نداشتم. کی مالا را در موتر جابجا کرد؟ کارگرای همیشگی بود. آقا محمد، آقا احمد، آقا وسیم و دیگه کارگرا. راستی دوران بیادرم یک بار آمد. فقط امی. کدام کار غیر معمول نشد؟ متوجه نشدی؟ کوشش کن که به یاد بیاری. شماره ای را که دایر کرده اید خاموش می باشد. نه خیر، خاموش است. هنوزم خاموش است. خدایا من چی خواد کردم، وقتم زود دیر میشه. پیش هیچ کس به این اندازه پول نیست. یک چند روز بر تو وقت نمیتن. نمیتن. در ظرف یک روز من باید پول برشان بدم. اقا پول از کجا خواد کردم؟ زینب پیدا کردم. با یادم آمد که پول از کی بگیرم. بعد از سالها مادرم پیدا کردم. قبل از اون نمیفهمیدم که مادرم است. خواهش میکنم حال ما را جدا نسازید. ما با او قصر رفتن نمیتونم. اونجا زندگی کردن نمیتونم، از بین میرم. ما را چی دختر؟ با ما چرا ای داستانا میگی؟ آرام باشو، ما را قهر نساز، فهمیدی؟ اگه شما دختر یا خواهر میداشتین میماندین که زندگی دخترتان برباد شود کاکا. اگه او را عروس میساختین باز چی میکردین؟ دیسن مرا از مکتب محروم ساختن، مرا عروس ساختن. دانه بسته که احمق، سر ما را به درد نیار. درست است احمد، خون سرد باش. تو آمار آن باش دیگه. بس کو دختر.
چند سال پیش پدرم ازش قرض گرفته بود. خدا کنه حالیم هم اینجا باشه. ملکه میگه قاچاقبر هست. این آدما به هدف به کسی کمک نمیکنه، بعدا در مشکل مواجه میشی. از اینکه در مشکل بزرگ نخواد داشتم، مجبور هستم. باید دختر من نجات بدم. زینب، کسایی که از این آدما قرض میگیرن به خاطر پرداختن دوباره در چه مشکلاتی روبرو میشن. این راه حل بوده نمیتونه، اما من دیگه چاره ندارم. باید قرض بگیرم. لطفا درک کن. ببخشین دخترم. سلام، صبح بخیر. میخواستم آقا زیا را ببینم. زیا گفتید؟ اینجا با اونام کسی نیست. خب او چند سال پیش همینجا زندگی میکرد خانم. حالا فهمیدم. او قبل از ما اینجا زندگی میکرد. حالا کوچ کرده. خب شما میفهمین که کجا کوچ کرده خانم؟ خدایا لطفاً ما را کمک کن که او خانه را پیدا کنیم. نظر به گفته او زن نشانی خانه باید هم اینجا باشه ملکه. بله. فکر میکنم همین خانه است. به نظر من شاید از اینجا رفته باشن. خدا نکنه زینب، به تو نگو. اگر نه زهرا را از دست میدم. بفرمایین کی کار داره؟ شما قاضی هستین؟ شما کی هستین؟ ملکه سایگنر هستم. دختر ساران والسمی سایگنر. بگوین چی کار داره؟ از ما چی میخواین؟ راستش من عاجل به پول ضرورت دارم. شما در گذشته به پدرم پول داده بودین، برش کمک کرده بودین. گفتم شاید برام کمک کرده بتونین. میبخشی خانم، ما حالا هیچ پول ندارم. باور کنین بسیار ضرورت دارم، اگر نمی آمدم. برو از یک بانک بگی دختر ما پول ندارم. آقا زیا، آقا زیا، آقا زیا. بله. خب مطمئن هستی؟ آقا زیا لطفاً گوش کنین. من واقعاً به پول ضرورت دارم، اگر نمی آمدم. باور کنین به خاطر زندگی دخترم آمدیم، اگر نمی آمدم. وعده میدم تا فردا پولتون رو پس میتم. فقط برای چند ساعت ضرورت دارم.
اگه با من اعتماد نمیکنین با آزاد اعتماد کنین. من نامزد آزاد کرمانی هستم. تو نامزد آزاد کرمانی هستی؟ درست است فهمیدم. من پیشت می آیم. دوران کجا میری ده ای وقت صبح بچین ها؟ خوابم نبرد مادر کلان. میرم کمی قدم میزنم. با صبحانه خوردن می آیم. خدا حافظتان. اینجا امضا کنین. تشکر از اینکه به من اعتماد کردین. این احسانتون فراموش نمیکنم. قسمه که گفتی اگه تا فردا پول نیاری باز برات هیچ خوب نمیشه. نه خیر آقا، خاطرتان جمع باشه. پولتان حتما میارم. هیچ کسی نامده. فکر میکنم مادرش پول نداره. نه خیر مرا اعلام کنین. مادرم میایه و پول شما را پیدا میکنه. وقتش پره شده. اگه تصمیم میداشت تا حال میامد. بدونی که کسی خبر شوه تو رو دوباره باید به حولی ببریم. خواهش میکنم مرا با اون قصر نبرین. لطفا مرا نبرین. زیاد منتظر ماندیم. حالا دیگه زود باش. حالا زینب عجله کن. نه وقت میشه. زهرا را حالا خود برده. مادرم حالا خواهد آمد. لطفا بالای ما باور کنین مرا با اون قصر نبرین. لطفا چند دقیقه دیگه منتظر باشین. لطفا زیاد گپ زدی دختر. بس است دیگه. پیش از اینکه کسی ببینه تو رو باید به حولی ببریم. سوار شو. خواهش میکنم مرا نبرین. لطفا ما رو به مشکل گرفتار نکن. بسیار ناوقت کردی. در راستم پول آماده از طرف شما میایم. خدا کنه گپت راست باشه. پول پیشم از میارم. هر جای کسی نمونجا میایم. لطفا دختر من نبرین. لطفا. بسیار خوب. به نشانی همیشگی ما بیاین. هم یاده. عاجل خودم میرسانم. مادرم میایانی؟ براتان گفته بودم او مرا هرگز تنها نمیمونه. اگه میخوایی من برایت میرم. زینب جان میبخشی خطر قبول کردن نمیتونم. همراه تو رفتن نمیتونم. اگه همراه تو برم اونا شک میکنن. حالا زود چو پایین شو. درست است. اما مرا با خبر بسازی. درست است. درست است. خدا نگهدارت باشه ملکه. زنده باشی. خیرت باشه نوجین مادر. بسیار وقت بیدار شدین. دیشبام هیچ خوابم نبرد. دوران دو اتاقش است. نه صبح وقت شاید رفته باشه نوجین مادر. ندیدمش. پولا را آوردی؟ دخترم کجاست؟
در داخل است. زود باش اول پول بده. زهرا در داخل هستی؟ بله مادرم اینجا هستم. زهرا عروس کوچک بیدار شد. زهرا فکر کردم بیدار است. تو هم سر صدا نگو، بانیش که خواب باشه. درست است نوجین مادر. خوب هستی؟ بیا که بریم حالا دخترم. بیا دخترم بیا. همه چیز خوب میشه. خوب هستی نه؟ یک دانه. زهرا تو اینجا چی میکنی؟ چی شده؟ از دیدنم خوش معلوم نمیشی استاد. رفیق من خو هیچ چیز نفهمیدم. دوران خان چطور ما رو گذاشت که زنده بریم؟ هیچ نفهمیدم والا. دا فکرش نباشه، از اینجا زود بریم. پیش از اینکه فکر خدا تغییر بده باید از اینجا بریم. زود شو. آقایان با ورزش صبحگاهی میرین؟ به خاطر چی آمدی؟ زهرا را به تو نمیتم دوران. بیبی ملکه چند بار برات گفتم تو را هشدار دادم بدون اجازه ما هیچ کار کردن نمیتونی. تا من نخوایم زهرا را هیچ جای برده نمیتونی. کوشش کردی اما ناکام موندی. منصرف شده گه. تو بخوایی یا نخوایی من دختر خود همراه خود میبرم. ما را جدا کردن نمیتونی. دیدی؟ تو بازد کردن خود جان دگرها را به خطر مندازی. چرا نمیفهمی؟ چی کردی دوران؟ تو اونا را از بین بردی؟ اونا را من ملکه تو از بین بردی. به خاطر تو اونا کشته شدن. تو قاتل هستی. قاتل هستی. برم زهرا. برم. ایلش کن. مادر لطفاً به او ضرر نرسان. ملکه دیگه مداخله نکو اگه و تو هم ضرر میرسه. فهمیدی؟ را برا. به هر قیمتی که باشه از زهرا را از پیش شما میگیرم. فهمیدی؟ دستت خلاص. هر کاری که میتونی انجام بده. برو. مادر نتر زهرا. مادر آزاد تو کجا هستی؟ بریم. کجا بریم؟ محکمه میریم. بعدا دوباره هم اینجا میاییم. میخوایم با یک کس زنگ بزنم. نه نمیتونی. را برو. زهرا دخترم تو کجا بودی؟ در اتاق خوابت نبودی؟ جای نرفته بود. به دیدن خواهرش رفته بود. پیش از اینکه او مکتب بره بردمش. خوب کار کردی. دوران لیلا آمده. در داخل امرای نوجین مادر صبحانه میخوره. به خاطر چی آمده؟ شاید به خاطر آمادگی عروسی آمده باشه. دوران بچیم
یک بار دگان فکر کن. میفهمم او را دوست نداری، پس زندگیت خراب نکن. کسی را که دوست نداری همراهش عروسی نکن. آل خان شدی، هیچ کس تو را مجبور ساخته نمیتونه. همراه کسی که دوستش داری عروسی کن، زندگیت بساز. چرا این کارا کنم؟ به ازو یک نفر است که درباره من تصمیم میگیره. تو فقط او را مادرم انتخاب نکردی. او حق داره که خانم آینده مرا انتخاب کنه. تشویش نداشته باش. من از اینجا هیچ وقت نجات پیدا نمی کنم. هیچ وقت نه. امرای مأمور نکاح گپ زدم مادر جان. شام ساعت 7 بجه حاضر می باشه. خوب است خوب است. بعد از نکاح اولادا همگی ما یک جا با هم غذا میخوریم. چطور؟ مهمان خاص نداریم اما بازم میز غذا را ما آماده میسازم. خواست خودشان است دخترم. اگر نی تو یک محفل میگرفتم که تمام قریه را جمع میکردم. ضرور نسیات کلان بگیرن. یک محفل بین خود میگیرن. ای خود درست است اما بچیم مردم چی خود گفتن؟ هر کس چیزی گفت پیش ما روانش کنن. برش میفهمن. اما من خب آرایشگاه میرم و آرایش میکنم. اگه بین خودمان باشه بالاخره عروسی ماست. البته که دخترم. دوران تو را به آرایشگاه میرسانه. راشد اینا تمامش بیکار هستن. فهمیدی کلش در کثافات پرتو. به خاطر چی بندازم بیادر؟ مای دیریشیا را عطا سیاه و رنگ قهوه‌ایشه 40 سال میشه که میپوشم. چرا اوسو بندازم؟ درست است اما 40 سال میشه که راشد چای فروش هستی. بعد از این رئیس میشی. اگه میخوای رئیس شوی باید لباسایت تبدیل کنی. فهمیدی؟ چه قسم نفهمیدم. بی بیادر خودت تغییر بده که کمی مقبول شوی. وقتی که کسی طرف دید باز دلش باغ شود. توبه فقط که اعلان آیسکریم باشه من اعلان نمیکنم. راشد در این زمان همه چیز باید مثل اعلان باشه. باید بالای تو مصرف کنیم. برات لباسای نو میگیریم. مویایت منظم میسازیم تا رئیس معلوم شوی. کمی هوشیار شو بیادر. اگه نه همگی سرت خنده خود کرد. برو احمق. من خودم مثل زن آرایش نمیکنم. چیزی که هستم میباشم. آفرین جانم. تو از مقدر لایق تر بودی. از این امتحانم گذشتی. تو مرا احمق فکر کردی. برو گم شو. برو. استغفر الله خدا نکنه. باشندگان عزیز ارمان متوجه باشین. وطندارای عزیز سلام بنده قبول کنین. دیدی دخترته؟ توبه خدایا مرا ددان کیا انداختی. حتی دخترم هم سرم رشخندی میکنه. بته کلارا بته. بته گفتم. آفرین پتو آفرین این طرف پتو. با وجود اینقدر کارهای زیاد حاله باید صبحانه عروس کوچک هم آماده کنیم. دختر بیکاره. ایگه پایتان هیچ خوب نیست خانم هدیه. گناه داره. خودم انجام میتم. تشویش نکو. اینا رو تیار کرده به کی میبری؟ به زهرا میبرم خانم. بعد از این صبحانه و غذای زهرا رو ما آماده میکنم. چرا او طرف انداختی؟ این خوب فاطمه آماده کرده بود. از کجا بفهمم که داخلش چیزی دیگه نیست؟ توبه کردیم خدایا. من متوجه عروس خود می باشم هدیه. خب طفل او نواسه من میشه یک کرمانی واقعی، وارث خانواده کرمانی. شاید او خانه آینده خانه باشه. هنوزم باورم نمیشه زینب. دوران و آدم ها را از بین برد. چطور تانستی کار کنه؟ چه قسم انسان است؟ ملکه
با گذشت هر روزی موضوع خطرناک شده میره. من ترساندن نمیتونه. هر کار انجام بده من نمیترسم. یک راه پیدا کرده دختر من نجات میتم. هرگز نمیمانم دخترم پیش اونا باشه. اونا کی هستن که دختر من نمیتن؟ اونا کی هستن؟ تو تنها چی کده میتونی بگو؟ با تنهایی خود زهرا را چه قسمی نجات میدی؟ من تنها نیستم زینب. آزاد همراهیم است. او میایه. همیشه همراهیم بوده. همیشه برام کمک کرده. همیشه راه حل پیدا کرده. دوباره پیشم میایه. باور دارم میایه و کمک میکنه. شماره ای رو که دایر کرده اید خاموش می باشد. هنوزم موبایلش خاموش است. تو کجا هستی؟ تا حالا باید میامدی. آزاد کجا هستی؟ حتما امروی الیاس ملکه چی بفهمیم؟ کرمانیا شاید بفهمن که اونا کجا هستن. یعنی اونا میفهمن زینب؟ میفهمم و بس میایه. مرا تنها نمیمانه. کرایه به سر دادی بیادر؟ ای به سر از تو است. بله از ما است. تا آمدن تو منتظر بودیم. نمی بودی کی برات گفت که منتظر ما باش؟ وقت کسی همراهت گپ میزنه طرف سایل کو. کسی برات یاد نداده؟ یاد دادن، اما در ترکیه به طرف کسی میبینیم که انسان باشه. قادر برو زیاد گپ نزن. بخیز عروس کوچک، صبحانه تا برت آوردم. خوب نوش جان کن. رومی، پنیر، بادرنگ، بادام، عسل، تمام چیز برت آوردم. نواسیمه خوب تغذیه کن. ایچی هست؟ ها ایچی هست؟ اینه یافتم. چطور است راشد؟ امی چطور امکان داره؟ این خورنگ شیرچایی است. مردا شیرچایی میپوشن؟ میبخشی بیادر، تو هیچ ذوق نداری. بیادر کمی خوش ذوق شو. کمی با سویه بگن. با سویه. با سویج دیگه چه قسم است؟ صبر کو یک دقیقه. صبر کو ایره بپوش. امیره که بپوشی رئیس معلوم میشی. همگی طرفت خیره سایل میکنن. چی گفتی بیادر؟ تو دیوانه شدی؟ از لباسای کنه چی فرق داره؟ مثل دسترخوان معلوم میشه. سایل که چارخانه فقط که پرده دروازه باشه. تو خو یک دفعه اینا رو بپوش. بیبی مردم تو رو واقعا رئیس فکر میکنن. چه قسم بگویم؟ شاید رئیس جمهور فکر کنن. یک بار ایره بپوش بیبی که چقدر مقبول میگه. شیک میشی بیادر. از نظر من منصرف نشد ضرر میکنی. شیک دیگه چی است؟ میفهمی آدمایی با شخصیت شیک میگن وقتی قسم لباس پوشیده حتما آدم با شخصیت برای همگی احترام میکنن. دوستت میداشته باشن. گپ مرا رد نکن دیگه. یعنی با شخصیت همین چیزا رو میپوشن؟ البته جانم. راشد نبرد یک گپ بگویم. اگه ایره بپوشی بفهم که 100% موفق هستی و مردم تو را انتخاب میکنن. باور کو بیادر. راستی؟ باز در این صورت امی لباس ها رو میپوشم. میفهمی چی میکنی؟ از امی 4 دانه دگام میگیری، هر کدامش 50% تخفیف بگی. بسیار خوب میشه. با بقیه پولش میتونیم که تبلیغات خدا پیش ببرن. چطور؟ ای بچه اما بسیار در ریاضی میفهمی. آفرینت و خدا آفرینت. صبر که یک بار بپوشم. بپوش بیبی. ایران بپوش. تمام. درست از یک دقیقه اجازه بده. صبر کن. چی کنم؟ توبه کردیم خدایا. از تو اولادای چی خیر دیدیم که از نواسیت ببینیم. وقتی دوران صاحب اولاد شد ببینم که زمرد چی خواد کرد. دوران امشب عروسی میکنه. بخیر خواد دیدی او هم صاحب اولاد میشه.
کاش که به خاطر عروسی دوران اینقدر عجله نمی کردیم. حتی ناوقتم شده. بیبی زمرد چه قسم گپ خدا میگه؟ اما دوران نمیخواه با لیلا عروسی کنه، او را دوست نداره. دیگه انتخاب دوران مهم نیست. نوجین مادر تصمیم خدا گرفته، همراه لیلا عروسی میکنه، مجبور است دیگه. بسیار بد است همراه کسی زندگی میکنه که هیچ دوستش نداره. هیچ امکان نداره که دوستش نداشته باشه. چطور فکر کرد که استاد عروس خانه ما میشه؟ اما ملکه را زیاد دوست داره، همیشه به فکر او است. همراه لیلا هرگز خوش نمی باشه. کدام ما با عشق خود عروسی کردیم؟ اما عادت کردیم، دیگه چی کنیم؟ دوران هم عادت میکنه، عشق خدا دفن میکنه و همراه لیلا زندگی میکنه. صبح بخیر. صبحتان بخیر. زنده باشین. صبحتان بخیر. صبحتان بخیر. با ساده وقت صبح چی میکنی؟ با خاطر چی اومدی؟ به خاطر علی آمدیم قدیم خان. با علی چی کار داری؟ با خاطر چی میپرسی؟ ما باید آزاده پیدا کنم. به تعقیب علی به عراق شمالی رفته. عراق شمالی؟ چرا؟ خواسته که متوجه بیادرش باشه، اما ازشان هیچ خبری نیست. ما باید آزاده هرچی عاجل ببینم. اگر شما نشانیشانه میفهمین بگوین که اونا را پیدا کنیم لطفا. ما از علی هیچ خبر نداریم. از روزی که رفته هیچ نمیفهمیم. حتی نشانیشم نمیفهمیم. خدایا برم صبر بده. بیادر چی کنیم؟ اینا ما را خواد کشتن. نه ترس علی، هنوز هیچ چیز معلوم نیست. نان خوردی؟ نه خیر بیادر، هیچ اشتها ندارم. اگه با کس تماس بگیریم مطمئن هستم که ما را نجات میتن بیادر. اما اینا نمیمونن که زنگ بزنیم. میفهمم، با ما اجازه ندادن. چه وقت به وطن خود ما برمیگردیم؟ ما باید مظنون اصلی را پیدا کنیم بیادر. اگر نه نجات ما مشکل است. کوشش کن که به یاد بیاری علی کی بوده میتونه. نمیفهمم بیادر، با خدا نمیفهمم. ما جزای کارهای خدا میبینم بیادر که در حق زهرا انجام دادیم. بگی کما بخو بیادر. زهرا چرا چیزی نخوردی دخترم؟ حتی یک لقمه هم نخوردی. ببین خانم زمرد با دستای خود برات صبحانه آماده کرده. زهرا اگر تو چیزی نخوری طفلم تغذیه نمیشه، با سردیتان مریض میشین. گناه داره جانم. تغذیه نشه، هیچ کلان نشه. اگه برام کمک کنی برات پول زیاده میدم. خب چه قسم کمک میخوای دختر؟ کار ده حق و زن انجام بده که برای پد شدن جای پیدا نتونه، کس طرفش سیل نکنه، از اینجا گم شده بره. انسانای بد همیشه کارهای مخفیانه را خوب انجام میتن. ای گپه به کی گفتی؟ به من گفتی؟ فکرت به کار خودت باشه آقا. کار کو که به مرگ خود راضی شوه. وقتی به من اعتماد کرده پیشم آمدی باز خاطر جمع باشه، با درستی کارهای خود پیش میبرم. پول ما چی وقت میاری دختر؟ آقا زیا همیالا طرف بانک میرم، همی که پول گرفتم میارم، خاطرتان جمع باشه. بسیار خوب.
با وقتش بیارین که ما مجبور نشم که کار کنم. فهمیده شد؟ آقا زیاد تشویش نکنین، به وعده خود استاد هستم. دلتان جمع باشه. دکتر گفت طفل و مادر هر دویشون خوب است. خوش شده نی مادر؟ بسیار خوب، خدا را شکر. الان دیگه دخترم بریم. کارای ما هنوز باقی مونده. نمیفهمم ولی در چی وضعیت است. از روزی که رفته هیچ زنگ نزده. علی حالا دیگه طفل نیست زمرد. کلان بچه شده. متوجه خود بوده میتونه. زهرا هیچ چیز نخورده، میترسم که او مریض شوه. از صبح تا حال گرسنه، اما تو نشسته چی کنیم؟ ای دختر احمق، باز چی برنامه داره بگو. نه خیر مادر، اقصه پیش نمیره. وقت نمیخوره ما او را مجبور میسازم که بخوره. متاسفانه پول را که شما میگین تا هنوز به حسابتان نامده. خواهش میکنم یک بار دگان ببینین، شاید اشتباه شده باشه خانم محترم. امیالی دیدم هیچ کس به حسابتان پول اضافه نکرده. حالا دیگه زهرا غذای تا بخو. بیبی اگه خودت تغذیه نکنی طفلت هم تغذیه نمیشه. اگه اینا خوشت نمیایه چیز دیگه برد بیارم. چی میگی؟ بگو که چی را خوش داری. اینا را باید بخوری، فهمیدی؟ این طفل تنهاست، تو نیست که بدلت پیش بری. طفل علی و نواسه مام است. تا چیزی نخوری همینجا منتظر می باشم، هیچ جای نمیرم. یعنی که ازدواج میکنی ها؟ ها بله، خانم یک خان میشم دیگه. خانم خان شدی اما چی فایده؟ دوران خانم منطقه است. ندانست که با تو یک عروسی مجلل بگیره؟ این گپا خو راست میگه، فقط که یک زنی بیوره میگیره. او زیاد اصرار کرد که برات عروسی مجلل میکنم، اما من نخواستم. هیچ خوش ندارم. در ضمن جنجال بسیار زیاد داره. از نظر بدام دور میباشم. تو از اتفاقی که در عروسی قبلی دوران خان شده بود خبر داری؟ نه خبر ندارم. زلال بیچاره را در روز نکار حاکت گفت که قبولش ندارم. به خاطر چی؟ نمیفهمم، اما شنیدیم که کسی دیگر دوست داره. به این دلیل او کار کرده بود. بله ما شنیدیم که کسی دیگر دوست داره و تا حاله به خاطر او عروسی نمیکرده. تو خوب متوجهش باش که یک بار تو را قسم رها نکنه دختر، از او هر کار برمیآید. غرق شدم هنوز نامم نبرآمده. غرق شدم. چقدر مصرف کردم. تو نمیفهمی راشدی، مصارف تمامش دوباره به جیبت میایه. هیچ تشویش نکن، بالاخره پول دار میشی. وای وی بیبی کی میایه؟ دکتر منطقه ماست. دکتر است؟ روز بخیر خانم دکتر. روز شما بخیر. چطور هستین دکتر خانم؟ ما به این نشانه باید برم، شما بلد هستین؟ ما بلد هستم، من شما رو میرسانم. تو چطور میفهمی فقط که از این منطقه باشی؟ توبه صابر
زیاد پیاده روی داره، اما تو مستقیم برو در آخر سرک یک قریه، زیاد دور نیست پیدا میکنی. تشکر بسیار من جان. میرسانم. موتر دارم، رنگشم زرد است، لطفا بیایید. اگه تو موترم داشته باشی چه قسم میرسانی؟ من میرم فورا موترم میارم. من بسیار با سرعت میرم. یگان دفعه مرا مایکل شما خیر میگن. در قریه ما از اسبم کده تیز میدوانم. میخواین براتون نشان بدم خانم؟ بله اینا بهترین اسب و رفاه هستن، اما نتونستی میره خوب تغذیه کنیم. اگه تغذیه میشد آل ما هم سوار کده میبردن. تشکر میکنم. روزتان خوش. بخیر برین خانم دکتر، بخیر برین. او چرا رفت؟ رفت تو طرف رفت، ما می طرف میریم. را برو اسب سوار، برو. خوش آمدین خان صاحب. خانه آباد، خداحافظ. خداحافظ. پولی را که بازاد وعده دادی چرا نپرداختی دوران؟ دست ما تنگ است. تو چرا با تشویش هستی؟ ها؟ ما خودم همراه آزاد گپ میزنم. آزاد اینجا نیست، با دنبال علی به عراق رفته. بانین دیگه ای گپای ناقه بانی. دوران خان گفت که در زندگیش با جز از من هیچ کس دیگره دوست نداره. طرف ما یک قسم سهل میکنه. حتی مجنون طرف لیلا یک قسم نمیدیده. خدای من چه اتفاق جالبی افتیده. دوران خانه میگم. ای امو استاد ملکه نیست؟ امو است. بسیار زن خوب است. مقبول هم است. خبر ندارم. من خود محافظ آزاد نیستم. خب از علی چطور خبر داری؟ انتقالات در عراق چطور پیش میره؟ تو حتما میفهمی. نمیفهمم. اگه خبر میداشتم برات میگفتم. خب بگو که پول چی وقت میپردازی؟ فراموش کردی بازات وعده کرده بودی که پول میتی. ملکه گفتم دست ما تنگ است. تا چند روز آینده میپردازم. به از تو درک نمیکنی. برای آزاد خانوادهش بسیار ارزش داره. ببین علی یک تلفن کرد، هپ آزاد پیشش رسید. ای که زهرا کجاست، ملکه کجاست هیچ خبر نداره. با تو اولم نمیته. تو با آزاد هیچ ارزش نداری ملکه. با تبریکی گفتن آمدی خانم ملکه. میخواستم به عروسی ما تو رو دعوت کنم، اما در بین خانواده ما میباشه. آی خدا، بسیار ناراحت شدم که شرکت کردن نمیتونم. بازم خوش باشین. شهموز از بین میبرمت. بس است که بخو، گفتم بخو.
بخور دیگه زود شو. بخور. درست است من خودم میخورم. بگی دیگه شروع کو بخور. آفرین دخترم بیبی. کمی هوشیار باش. طفل تو زندگی همه ما را نجات میده. تمامش بخوری. اگر نه دوباره پیشت میایم. به خاطر خود اینجا آمدم. دخترم، قند مادر. تو باز میخوایی از مادر دور بری دخترم؟ مادر جان، هر وقت پشت متیق شدین به استانبول بیاین. مرا داماد نه مثل بچه خود فکر کنین مادر جان. همیشه دروازه ما باریتون باز است. خدا شما را حفظ کنه. بخیر بری دخترم، نور چشمم. ای کارا نکو عروس، دخترت خورده است. ایرا تنها نمان. مادر من تنها نمانه. خب با ما بگو استاد امرای دوران چی کار داشت؟ به هم دیگه چی میگفتن؟ چی میگن دیگه؟ ملکه مثل ما نیست. هر کس را ببینه همراهش قصه را شروع میکنه. اشتباه میکنی خانم لیلا. استاد نامزد آزاد است. بسیار زن خوب است. هر کسی که پول داره ای همراهش میباشه. حالا که صلاحیت از آزاد گرفته شده پشت دوران نگرفته. اما جزای خود دید. دوران خان خوب درسش داد. شما متوجه باشین. هوش کنین او زنه نزدیک شوهرایتان نمانین. بسیار بد اخلاق است. خدا میفهمه تا امروز چی کارهای انجام داده باشه. یعنی از مکتب به می خاطر اخراج شده؟ پس حتما با مدیر رابطه داشته. زیاد دوام نمیکنه. بخیر کلگی خبر خواهد شد.
آفرین زهرا، همیشه گپ مرا بشنو. ایره من خودم برات آماده کرده بودم، با دستای خود آماده کردم. بعد از یام برات آماده میکنم. استاد ملکه پول ما آوردی؟ تو زندگی من نجات دادی جوان. ایده قسمتت بوده کاکا جان که اول از همه اونجا باشم. هر خوبی پاداشی داره و هر بدی جزایی. ای قانون طبیعت است. اگه زنده بودم یک روز حتما این خوبی جبران میکنم. خانه آباد. تو از کجا هستی؟ از عرفا آرمونلی. چقدر جالب. مام از اون منطقه هستم، اما سالا میشه که اونجا نرفتیم. ده اینجا چی میکنی؟ به خاطر چی زندانی شدی؟ با تعقیب بیادرم آمده بودم که مرام بدام انداختن. خواستم بیادرم من نجات بدم، اما اردوی ما را دستگیر کردن. تو با یک وضعیت بد به خانه ما آمدی. گفتی نامزد آزاد کرمانی هستم. پولت هم میپردازم. بگو پول کجاست؟ میبینین که استاد در روز روشن امرای مردای بیگانه گپ میزنه و نام قریه ما را به خاک یکسان میکنه. برات نشان خواد دادم استاد. بیبی دختر من نشوخی میکنم، نه از کسی میترسم. فهمیدی؟ میفهمم امرای چی کنم. میفهمم. دیدین نه؟ میپردازم. برام کم وقت بدین پیدا میکنم. خانه که در استانبول دارم من میفروشم. تا فردا وقت داری، فهمیدی یا نه؟ اگه قرضت همراه با فایدهش یک جان آوردی، باز میفهمم که همراه چی کنم. خودتون دیدین که چطور بد اخلاق است. فاطمه شما هنوز آمادگیتان نگرفتین؟ زهرا خب بیازه یک بهانه دارد. تو خود به درستی کارت انجام بده. فقط که عروسی کدام کس دیگه باشه. هیچ با مسئولیت کار نمیکنه. مادر، تمام چیزایی که به عروس کوچک برده بودم خورد. انشالله نواسمم خوب تغذیه میشه، مقبول میباشه. آفرین زمرا دروس. بخیر به زودی علی یک پدر بسیار خوب میشه. مام صاحب کواسه. هر دوی ما نجات پیدا میکنیم، تشویش نکن. نجات میافیم. هر لحظه به زهرا فکر میکنم. خدا میفهمه که دو جهنم چی میکنه. زینب هیچ نمیفهمم چی کنم. میفهمی که موبایل آزادم خاموش است. خاموش بودن موبایل وام به دلیل بودن نمیتونه. خدا نکنه فکرهای خراب نکن ملکه. من دیگه صبر کردن نمیتونم. میرم. کجا میری؟ به قصر میرم. هم زهرا را میبینم، هم میپرسم که کسی از آزاد خبر داره یا نه. درست است. بچه همه او تایم زیاد مقبول است نه؟ دلم میبره. با خدا بسیار شیک است. چی روشنی داره، راش چشمای ما برد. بسیار مقبول است، با خدا بسیار مقبول است.
چی میگفتیم؟ ما باید کارهای خود ادامه بدیم بیادر. تو باید همیشه دست خیر خود به مردم پیش کنی. اما یه قسم نه. دیده که من به دکتر خانم چی گفتم؟ گفتم که دکتر خانم بفرمایین هر جایی میریم من شما را میرسانم بیاین. یعنی هدف من از این کار چی بود راشد؟ انسانیت بود. من مثل یک آدم مؤدب کوشش کردم به او کمک شو. میره میگن دوستی. اما دکتر خانم نخواست کمکش کنی. او خو نخواست. به خاطر چی؟ به خاطر که خانم ها اشوه و ناز خوش دارن. لیف جان صدقی شم. فهمیدید دخترم؟ اما در فکر اون نسبت به من یک محبت خاص پیدا شده که همیشه در فکرش باشم. فهمیدم. دیگه چی کنیم؟ دیگه تو باید از دست بعضی اشخاص سال خورده بگیری و اونا را تا به خانهایشان برسانی. و یک گپ دیگه بچه من، تو باید کم دیندار باشی. یعنی کم خود مسلمان نشان بدی. تو چی میگی بچه من؟ الحمدلله من مسلمان هستم. بله راست میگی، اما و قسم نه. یک کم اعتماد به نفس داشته. چه قسم؟ بیبی در این سرزمین کسی که به یک مقام انتخاب میشه اگر بیشتر دیندار باشه بسیار بسودی انتخاب میشه و همه او را انسان نیک میدانن و برش رای میتن. و در این کشور همین قسم شخصیت ها بسیار زود رشد میکنن. ملت هر قدر منحرف باشن بازم میخواین که رهبرشان یک انسان نیک باشه، صادق باشه. بچه همه جان ایره باید فراموش نکنی. حداقل ظاهرت باید همین قسم باشه. خیمه میرم. صبر کن کجا میری؟ نماز خواندن میرم بیادر. میفهمم که به نماز خواندن میری، اما تا هنوز آزان خود نداده. کجا میری؟ راست میگی. گوش کن، وقت وضو میگرفتی کوشش کن که کلگی متوجهت باشن. به شخصیت زیاد تاثیر داره. آفرین بچه اما خوب تجربه خودداری. بخیر خان شدن دورانم دیدیم قدیم. انشالله که اولادایشم میبینیم. دختری که زیاد زنگ میزد صدایش خاموش است و دهنشم چا. بسیار خوش هستم. میفهمد یا که سر و صدایش نیست چپ است. اما اگر دوباره با تلفن کردن شروع کرد پول را که میخواست گرفت. دیگه چی؟ به خاطر چی تلفن کنه قدیم خان؟ در این باره تشویش نداشته باش. بیبی بچه ما عروسی میکنه. بخیر نواسه ما را با آغوش ما میگیره. موهای مقبول شدنی خان صاحب. یک بار خبرت گفتم. آرایشگر روی مام زیاد آرایش کرد. مقبول شدیم خان صاحب. بخیر یک بار لباس عروسی را بپوشم. باز یک نور دیگه خود کشیدم. کوشش میکنم یک خانم مناسب باشم. اجازه بدین لطفاً. چی کنم دیگه؟ من کنم. ایزن باز اینجا چی میکنه؟ تو اینجا چی میکنی؟ نامزدی من خراب کردی، حال آمدی که عروسی مم خراب کنی؟ مشکل تو چی است؟ چی میخوایی؟ تو کسی؟ مرا به عروسی تو چی غرض؟ پس شما میخوایم دختر ما ببینم. دیده نمیتونی. نوجین مادر اجازه نمیده. لیلا بس از دیگه. تو داخل برو. حالا دوران چرا نمیفهمی؟ فقط میخوایم دختر ما ببینم و برم. به خیالم تو هیچ گپ نمیفهمی. لودام خو نیستی. یک بار اطراف خود ببین. امشب در اینجا عروسی و هیچ کس نمیخواد که در این خانه چهره تو را ببینه. فهمیدی؟ برو گم شو از اینجا. بس از تو داخل برو. اما خان صاحب گفتم داخل برو. هنوزم نفهمیدی ملکه؟ امکان نداره دخترت ببینی. فراموشش کن دیگه. ایره قبول کن. من اگه بخوایم دختر ما میبینم تو مانع شده نمیتونی. ایره خوب میفهمی که من اجازه نمیتم. با تو یک راه نشان دادم که دخترت همیشه ببینی و همراهش باشی، اما تو قبول نکردی. ملکه من راضی بودم که تنها دخترت نه
بلکه قلب خدا، تمام دارایی خدا به تو بدم. اگه همراه ما عروسی میکردی همه چیز به خواست تو میشد. دخترت برای همیش پیشت میبود. دوران تو چه قسم یک انسان هستی؟ چند ساعت بعد عروسی تو هست. در داخل خانه مایندت منتظرت هست و تو یک قسم گپا میزنی. تو هیچ نمیشرمی دوران؟ هنوزم وقت نشده ملکه. پیشنهادم هنوزم اعتبار داره. بله گفتن تو کافی است. او را ترک میکنم. هر چیزی که دارم ترک میکنم. بله دلاور گوش کو چی میگم. هر برنامه که به استاد ملکه داری زودتر انجام بده. هر چی زودتر باید از اینجا گم شه و بره. هرگز. اگه بیمیرم همراه تو عروسی نمیکنم دوران. پس درست است. تو هم تا وقت مردنت بیرون حویلی منتظر باش. گپم فهمیدی؟ این وضعیت طبیعی. دلم برات میسوزه. ارزش داره؟ ها؟ یکی از دخترت دور باشی و رنج بکشی ارزش داره؟ قبول کردنم چرا برات مشکل است ملکه؟ این زن در اینجا چی میکنه؟ ما با دیدن دخترم آمدیم. نوجین مادر فقط 5 دقیقه میبینم میرم، لطفا اجازه بده. کم منو درک کنین، او دخترم است. یک بار خو اجازه بده. مادر ای استاد بی عقل باز آمدم. آمدی که عروسی ما را خراب کنی استاد ملکه؟ نه خیر، شما درباره من اشتباه فکر میکنین. 2 روز میشه از علی و آزاد کسی خبر نداره. من با اونا تماس گرفتن نمیتونم. شما در اینجا جشن عروسی میگیرین. نوجین مادر خبر دارین نواسایتان کجاست؟ 2 روز میشه با کسی تماس ندارن. یکیتان خود جواب بدین. هیچ کدامتان از اونا خبر ندارین. شما بگوین خانم زمرد، اولادایتان کجا هستن؟ بگوین. دوران ملکه چی میگه؟ علی و آزاد کجا هستن؟ دوران اینجا چی گپ است؟ وقتی گپا به گوش تو رسیده به این معنا است که کسی شما را به دام انداخته، میخواسته هر دوی شما را زندانی بسازه. هدف اصلیشون تو بودی، از بیادرت استفاده کردن. چطور کاکا؟ یک نفر میخواید تو را از سر راهش دور بسازه، برای دام مانده، کل چیز زمین سازی کرده. او میفهمه که تو هرگز از بیادرت منصرف نمیشی. به خاطر بیادرت حتی به جای ناممکن میری. یک نفر است که میخواید تو را کنار بزنه و به راحتی کار خدا پیش ببره. دوران است. هیچ گپ نیست مادر کلان، تشویش نکنین. آزاد به تعقیب علی رفت، همراهی و حتما در عراق است. فقط همی در عراق هستن. پس چرا موبایلایشان خاموش است؟ تو آخرین بار همراه علی چی وقت گپ زدی دوران؟ اولادان بچه‌ام کجاستن؟ اونا رو چی شده؟ آه دخترم.
گفتم ایر از اینجا بیرون کو. هیچ نترس دخترم. ما دوباره میایم، هوشگونی نترسی. وقت آزاد آمد من تو را از اینجا میبرم. صبر داشته باش، تو را در اینجا نمیمانم. قدیم در عراق چی جریان داره؟ زود احوال بگیر. علی و آزاد کجا هستن؟ در چی وضعیت هستن؟ پیدایشان کو قدیم. زود باش. باشه شما مادر جان. چی کردی ملکه؟ زهرا را دیده تانستی؟ فقط بر 2 دقیقه دیدمش. بعد مثل همیشه من از دروازه قصر بیرون کشیدن مام کار نتانستم. آدم های بیوجدان. از آزاد علی کدام خبر داری؟ نه، عروسی دوران خان از جشن گرفتن. اوف. آزاد چه خبرت گفتم که نرو. مرا تنها نمان، نرو. گفتم جای نرو. حالا من تنها چی کنم؟ زهرا حامل است. با گذشت هر روز طفل کلان میشه. وقت کلان شد کل چیز از اداره ما خارج میشه. زهرا چه قسم او طفل به دنیا بیاره؟ خود او طفل است. او چی خواد کرد خدایا؟ زهرا طفل است، اما در رحم اومم یک طفل معصوم است ملکه. عیناً مثل دختر خوده. هیچ کس به خواست خود در این دنیا نمیاید. مادر خدا، اما تو سرزمین خودش انتخاب کرده نمیتونه. گناهی او طفل نیست. چون اینه کسی درک نمیکنه ملکه.